حضرت ایشان من سحری خیزی نمیکنم، روزی من درست میشود یا نه؟ آره روزه درست میشود به سحری خوری هم، در که سحری خوری حتمی نیست، لیکن سحری خوری خیستن ثواب دارد. این عبادت است. کسی که میخواهد ثواب گیرد، کسی میخواهد که در پیشگاه خدا پگاه فاندی پولش زایدتر شود، 30 سحری رمضان 10 دقیقه هم باشد خیزد، یک پیاله چای خورد یا یک برید نون ترک کنه در چای خورد، خدا خواست ثواب. رسول اکرم در یک حدیث میفرمایند، طبرانی و بیهقی روایت کردند، ثلاث من اخلاق المرسلین، 3 کار از اخلاق پیغمبران الهی است: تعجیل الافطار و تأخیر السحور. یکی تعجیل افطار است، افطار اولی وقت کردن. یکی تأخیر سحری خوری است، سحری خوری را دیرتر کردن. یکی اکلت السحور، سحری خوری، یعنی غذای سحری خوری خوردن. همین سحری خوری خوردن هم سنت پیغمبران الهی است. بنابر همین حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه میگوید علیکم بالسحور، شما سحری خوری خیزه، برای سحری خوری از خواب جایگاهتان خیزه، فلا تدعوها، او رو ترک نکنه، اگر که باشد با ولو به نوشیدن یک جرعه آب هم باشد، یعنی یک قطره آب هم که باشد گوشتن خیزه خوره، زیرا که فإن الله و ملائکته یصلون علی المتسحرین، خدا رحمت میفرسته و ملائکه ها آمرزش طلب میکنند برای گناه های ما و شما وقتی که سحری خوری میخیزیم. رسول اکرم حدیث های زیادی برای ما ترغیب کردند، تسحروا فإن فی السحور برکه، سحری خوری کنی گفتن خیزه، زیرا سحری خوری برکت دارد. برکت به چی؟ آدم تمام روز یک 2 پیاله چای خوری با هوشیار میشی، یک 2 برید نون خوری، یک کاسه شیر خوری با قوت و زاید میشه، تا بیگار خدا گرسنگی رو حس نمیکنی. این فایده های زیاد داره، هم فایده جسمانی دارد، هم فایده روحی داره، هم ثواب دارد. خب لیکن اگر رفت و دیدت از خودت پر باشی که نه گرسنه نمیمونی، تشنه نمیمونی، نمیخیزی، از ثوابش محروم میشی، لیکن گناهگار نمیشی. روزه به او درست میشه. وقتی که شما از شب تراویح خانه خوانده میخوام میره بگی فردا روزه میگیرم، اگر چی سحری خودم کنی همین خود نیت هست میشه بدمی. بعضی ما هر روز نیت کردن شر نیست، همین وقتی که قصدی داره که فردا روزه میگیرم همین خود نیت هست. لیکن باز میگه سحری خوری ثواب داره. خیلی بچهای خوش رو سحری خوری خسته شما انشاءالله بعدی وقت طهارت میکنه، مسجد میبینه، سنت تانه میخوانه، نماز بامداد با جماعت میخوانه. همین حکمت پیغمبر خدا سحری خوری رو تأخیرش هم به خاطر نماز بامداد با جماعت خواندن است. که شما دیرتر سحری خوری کنه، همین اذان که بامداد برآمد بس کنه، طهارت کنه، مسجد بیای یا مخواند سنت بامداد تانه خانه، اساس مسجد بیای بعد از 20 دقیقه فرض میخوانه. ببینید چند طرف فایده میگیره، هم ثواب سحری خوری، هم ثواب بامداد و به جماعت خواندنش، هم ثواب مسجد آمدن. هر قدمش حسنات براتان نوشته میشه و هر قدمش گناهاتان عفو میشه و به هر قدم درجاتان در جنت بالا میشه. این خدا فایده ده. اما اگر سحری خوری نخیزه، خدا میدان بامداد هم خیشتن تانه خیزی هم مسجد نمیره، دمون خانه میخوابانه، از همه فیضش محروم میشه. بنابراین کوشش کنه بچه های رو سحری خوری کنه.